با نام یاد خدا و سلام به مردم استان گیلان و روستای آبکنار. جناب مهندس جعفری لطف کردن اومدن برای طرح جمع‌آوری سنبل آبی. ایشون همیشه به ما لطف داشتن و اکثر بچه‌های رانده‌های قایق موتوری، کسایی که تو تالاب زحمت میکشن و کسایی که متولی تالابن امروز زحمت کشیدن اومدن. دستگاهی که مشاهده میکنید سنبل آبی جمع میکنه و شبیه تقریبا بسته‌بندیه. البته بسته‌بندی نمیکنه، فشرده میکنه و میریزه داخل قایق. به نظر من پروسه کاری خوبی هست، ولی خب حتما باید بارج باشه، قایق‌های بزرگتر باشه